نمیدونستم چی دوست داره اینو گرفتم دیگه ببخش. دست شما درد نکنه دادا. مامان من چیکار کنم؟ بیا مادر. برو در پاکت چای رو باز کن. 2 تا پیمونه بریز تو قوری من بیام چای رو دم کنم. مامان برنده شدیم به خدا راست میگم اینم تو قوطی چایی بود بردیم مامان. باشه مامان داد نزن بگو ببینم چی حالا برنده شدی. حتما یه سرویس چای خوری. نه نوشته 200 میلیون تومن. چقدر؟ ببینم راست میگه 200 میلیونه. بابا تو چرا همجوری نشستی هیچی نمیگی؟ چی میگی؟ ابی مگه ما چایو نخریدیم؟ خب جایزش مال ماست دیگه. اون کارتو بده من. آروم بگی به تو رفت یه دقیقه سامان برو بشین همین بهت میگم آروم بشین سر جا خاموش کن محمود خوبی؟ خانوم امشب اینجا میمونیم تا تکلیف این پول روشن شه. خوب شد بالاخره یه اتفاقی افتاد تو یه شب خونه خواهرت موندی. محمد چرا پنجره رو باز کنی؟ راه خروج باز کنی؟